سبزی مندوی شهر میمنه فاریاب، جایی که باغداران فاریاب همه ساله در فصل خزان حاصلات کشمش هایشان را برای فروش میارند. امسال خوشسالی و ناامنی جمع جوش این بازار را بر هم زده است. پار سال خوب بود، دیم سال خوشسالی آمده، غیر شیرین تگاب دیگه جای کشمش خوب نداره. قیصر، دولت آباد کلی سوخته بیاوی. تگاب نام است، با انگور آورده سوال میگن کشمش کمچین است. دولت آباد نام است، قیصر نام است. هم نیست یک میمنه هم است که یعنی اینجا میارن سودا میکنن، کم جنس قیمت‌تر است. کشمش فاریاب از این بازار به بلخ صادر شده و از آنجا پس از دسته‌بندی به ولایت‌های دیگر به شمول کابل فرستاده می شود. دهقانان فاریاب از نبود امنیت در وقت جمع‌آوری حاصلات کشمش شکایت دارند و میگویند اگر این مشکل دوامدار باشد حاصلات کشمش این ولایت با گذشت هر سال کمتر شده و سرانجام از بین خواهد رفت.